ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 24. ماه اپریل سال روان جمهوری با توافقنامه‌ای ممراندومی خزینه بین المللی اسعار همراه شد. امروز ما دارای برنامه مکمل می باشیم که از نظر علمی راه‌های از بحران اقتصادی رها ساختن جمهوری را طرح‌ریزی کرده است. برای به پایه مستحکم گذاشتن صنعت زمینه مهیا شده ایستاده است. استفاده اقتداری انرژتیکی کشور در مد نظر حکومت جمهوری قرار دارد. قطع نظر از تنگدستی اقتصادی ساختمان نیروگاه‌های برقی سنگ‌توده و راغون ادامه دارد. در ساحه کشاورزی نیز اصلاحات عظیمی به وجود آمد. به اهالی دهات تقسیم کردن 50,000 گیکتر زمین الکی سال روان نتیجه مثبت بخشید. حیات و رفت زندگی ضروریتی به خواجگی‌های فیرمیری تبدیل دادن تشکیلات و کارخانه‌های کشاورزی را به میان گذاشته است و دیگرگونسازی‌ها در این سمت تا رفت سرعت می‌گیرند. من فکر می‌کنم که بی‌بهاترین ثروت تاجیکستان این نیروهای ذهنی و عقلی، یعنی اهل ضیا، اهل معرفت و ایجادش است که چون وارثان ارزنده اجدادانمان در رشد تمدن بشری سهم می‌گیرند. با وجود سختی و محرومیت‌ها و مشکلات سرنوشت ما توانستیم این نیروی سازنده را چون یک پایه استواری استقلالیتمان حفظ کنیم و پرستاری نماییم. موافق برنامه اصلاحات ما باید تا سال 2000 در دو ساحه مهمترین کشاورزی، مخصوصاً تأمینات با غله و انرژتیک، استقلالیت کاملی کشورمان را تأمین کنیم. در این راه الکی قدم‌های جدی برداشته شده‌اند که مثال‌هایش را پیشتر ذکر کردیم. در مجموع جریان دموکراتیک کنانی تمام ساحه‌های حیات در جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. البته در این راه قوه‌های کینه‌پرور و ضد دولتی منتظم خلل می‌رسانند. سرحد شکنی پیاپی، نزاع انگیزی و ترور سد راهی معتدل گردانیدن حیات مردم جفا کشیده ما و پیشرفت اقتصادی جمهوری گردیدند. اما به همه این نگاه نکرده ما راهی صلح و امانی را می جوییم و هر کسی که امروز خود را خیرخواه ملت، خیرخواه تاجیکستان و تاجیکستانیان می حسابد باید همین راه را پیش بگیرد. سعی و تلاش های حکومت جمهوری تاجیکستان برای به دست آوردن یکدیگر فهمی تمام ساکنان جمهوری، تأمین وحدت ملی و به این وسیله برقرار نمودن صلح و آسایش در سرتاسر کشور به همگان معلوم است. بارها قبول کردن قرار و فرمانها درباره عفو عمومی، سپاریدن سلاح، قطع کردن پرونده های جنایتی اشخاص گوناگون در اجلاسیه های شورای عالی و بعداً مجلس عالی بررسی نمودن وضع سیاسی مملکت شهادت این است. هموطنان عزیز ما خوب می فهمند که محض تحلیل درست و بهای عاقلانه روند واقعها با تمکینی و دوراندیشی حکومت جمهوری و نهایت دستگیری سازمان ملل متحد
دولت‌هایی به ما دوست و برادر و خیرخواه امکانیت دادند که ما نه یک بار و دو بار خطر تبادلات دولتی و تکراراً به جنگ خانگی کشیدنی مردمی اذیت کشیده امان را برطرف سازیم. امضای نمایندگانی بیشتر از 50 حزب و سازمان در عهدنامه رضایت جامعه تاجیکستان نیز اقدامی نیک و با اعتمادی است برای تأمین یکپارچگی، وحدت ملی، صلح و آسایش و یکدیگر فهمی در سرتاسر کشور. ادامه گفت و شنید نمایندگان حکومت و مخالفین هم به حل و فصل مسئله های مرکبی به همین مقصد مربوط مساعدت خواهد نمود. به نزدیکی در سرتاسر کشورمان جشن 5مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان، انجمن سیوم تاجیکان جهان، 675 سالگی زادروز شاعر بزرگ تاجیک خواجه کمال خوجندی تجلیل می گردند. استقبال شایسته و در سطح بلند گذرانیدن این سنه‌های دارای اهمیت سیاسی و فرهنگی قرض وطن دوستانه هر کدام شهروند تاجیکستان است. شبهه‌ای نیست که امروزها هر یک فردی سالم عقل و وطن دوستی کشورمان بهر آن می کوشد که در روزهای جشن سیگانه اما یگانه جشن وحدت ملت به مهمانانی از کشورهای مختلف آمده صاحب و وارثان ارزنده فرهنگ و ادبیات کهن بودن خود را باری دیگر با افتخاری تمام نمایش داده در چشم عالمیان ثابت سازد که خلق و ملتش از قدیم الایام به خاطر دوستی حیات بسر برده، به خاطر دوستی دانه را نهالی را سبزانده است و هرچی یافته است از دوستی یافته است. امروز هم تاجیک و تاجیکستانی در همان حالت تنج و آسوده و سربلند سیستم می تواند که استقلالیت جمهوری و شرف ملت را حفظ نماید، عنعنه‌های نیکی بشردوستانه اجدادان را ادامه دهد و همگان باید فخر کنیم که مردم تاجیک را آینه تاریخ همیشه با خصلت‌های نیک، فضیلت و دوراندیشی، خیرخواهی و ترغیبگری دوستی و رفاقت نشان داده است. نزاع‌های امروزه را می توان یک ناسازی بین برادران بشمرد و باور هست که عاقبت عقل و خرد سالم پیروز می آید و در روز سعادت بروی برادران و خواهران بروی یکدیگر آغوشی گرم می کشاییم و صمیمی ترین شعار مردممان را با هم زمزمه می کنیم. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. 17 اوگوستی سال 1996. تاجیکان در آینه تاریخ، از آریان تا سامانیان، کتاب دوم. قبای خسروی در بر، نیاید هر کسی را خوش. سری هر ناسزایی را نزیبد تاج سلطانی. صلاحی ملک اگر خواهی بیاموز ای شهی عالم.
طریقی پادشاهی را ز اسماعیل سامانی. معین الدین فضل الله. پیشگفتار. از نشر کتاب نخستینی از آریان تا سامانیان 3 سال گذشت. در طول این 3 سال دگرگونی‌های زیاد در روند حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی تاجیکستان صاحب استقلال پدید آمد. نظام دولتداری و اداره کنی مملکت علی قدر حال تکمیل یافت. سطح خودشناسی، اصالت وطنداری و افتخار ملی شهروندان باز هم بالاتر رفت. نهال صلحی که 5 سال مقدم با دستگیری خلق و تلاش‌های پیگیرانه فرزندان با شرف و فدایی سرزمین تاجیکان شنانده بودیم، سبزید، ریشه دواند و چون درختی توانای وحدت و دوستی به کمال رسید. از شرافت صلح و وحدت و آسایش کشور ما به مرحله نوی زندگی، مرحله سازندگی و بنیادکاری قدم گذاشتیم. به خاطر پایداری استقلالیت واقعی مملکت به بنیاد یک سلسله انشاءات‌های تقدیرساز و ساختمان‌های بزرگی دارای اهمیت عموم جمهوری و بین المللی رو آوردیم که آنها پیش آمد کشور را در عصر 21 معین می نمایند. البته هر قدم نوبتی و هر دستاورد تازه با آسانی میسر نمی گردد و ما هر خشت امارت محتشم استقلالیت نوین را با زحمت‌های گران بالای هم می چینیم و این امر طبیعی است، زیرا بنای دولت صاحب استقلال تاجیکان در دنیای پرحوادث آغاز 1000 ساله سیوم باید طرح و سیمای خاصه را صاحب شود و تقدیر گذشته و آینده ملت را فرا گیرد. در بنیاد این امارت محتشم قبل از همه خلق عادی و مهنت دوستی تاجیکستان زحمت می کشند و در تحکیم استقلالیت مملکت حصه می گذارند. من از زحمت و تلاش‌های بنیادکارانه خلق عزیزم بارها الهام و نیروی تازه گرفته به ذکاوت ازلی ملت تاجیک در مشکل ترین روزها تکیه کردم و امید دارم که کتاب دومی از آریان تا سامانیان یک خشت نوبتی امارت با شکوه استقلالیت نوین می گردد و من هم با این دستاویز خاکسارانه در قطار هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت در پیشرفت استقلالیت کامل تاجیکستان سهمی می گذارم. بابی 1. عصر 21، عصر فرهنگی صلح و وحدت انسانیت. در پیشاروی من خریطه کره ارض قرار دارد. طرح خرد سیاره زمین با اقیانوس‌های بزرگ و قطعه‌های عالمگیرش گرد محور خود دور می‌زند. دقیق ترین خریطه است که عرض و طول سیاره زمین را هم از سما و هم از خشکی و آب با صحیحی بسا عمیق فرا می‌گیرد.
تاجیکستان عزیز ما در این خریطه کره ارض مثل دانه ریگی است که به زور می نماید و در دل پهنای آسیا قرار دارد و واقعاً در قیاس کشورهای پهناور و سیرنفوس عالم روسیه، چین، هندوستان، امریکا بسا خرد و نظرناگیر می نماید. ولی اکثر این دولت‌های بزرگ در خریطه سیاسی جهان نظر به دولتداری‌های اجدادی تاجیکان دیرتر پدید آمده با گردش ایام مقام استواری گیوپولیتیکی و گیواستراتژی پیدا نمودند. نگاهم بی اختیار در طول و عرض قطعه‌های آسیا و اروپا می ایستد و خیالم به قعر هزار ساله‌های تاریخ می رود و احساس می کنم که در طول این 2000 سال سپری گشته چقدر دولت‌های خرد و بزرگ از میان رفتند، چقدر امپریاهای توانا پراکنده گشته زوال یافتند، چقدر خلقیت و ملت‌های با نفوذ از خریطه عالم بی‌نام و نشان شدند، چقدر زبان‌های مشهور و تمدن‌های عالمگیر به مغاره‌های فراموشخانه تاریخ افتادند، چقدر امپراتوران و قیصران و شاهنشاهان که با ضرب تیغ و شمشیر قلمرو دولتشان را در دامان چندین قطعه‌های عالم استوار نموده بودند با حکم تاریخ از زبانها رفتند و با قصر و کوشک و قلعه‌های فتح ناپذیرشان یکسان خاک شدند. اندازه آب و خاک و فضای سیاره زمین در طول این 2000 سال سپری گشته به قیاس نه افزوده و نه کم گشته است. ولی کشورکشایان و جهانگیران قریب سالی نبوده است که برای ضبط مرزها و کشورهای همسایه و آب و خاک دولتها و مملکتهای دور و نزدیک لشکر کشیده و جنگها و خونریزیها برپا نکرده باشند. تاریخ بشارت می دهد که انسانیت در طول بیش از 5000 سال موجودیتش تقریباً 14520 جنگ‌های خرد و بزرگ را پس سر نموده است که به حساب میانه 3 جنگ به 1 سال راست می آید. این جنگ‌ها با تیاق و تبرهای سنگین آغاز یافتند و تا به ترتیش بمب‌های اتمی و ترمویدرایی و راکت‌های هدفزنی بین قطعوی رفته رسیدند. عصر 20 عصر بزرگترین جنگ‌های تاریخی بشر، عصر شدیدترین نبردهای انسانیت، عصر اختراع اتم و مدهشترین یراق‌های قتل عام بود. عصر آغاز و انجام 2 جنگ دهشتناک عالم، جنگ یکم و جنگ دوم جهانی بود که صدای ترکیش این جنگ ها از قطعه اروپا بلند شده 4 سمت سیاره زمین را به لرزه آورد. По подсчетам Лондонского института стратегических исследований, опубликованных в 1968 году, раскладка войн по десятилетиям получается следующей. За период с 1898 по 1907 год 9 войн, с 1908 по 1917 15, с 1918 по 1927 11 войн, с 1928 по 1937 год 12, с 1938 по 1947 год 12 войн, в 1948-1957 28 войн, в 1958-1967 45, не говоря уже о 2 мировых. Дальше пошло еще хуже. С 1945 по 1986 год
в мире произошло более 250 войн. По сути, не было ни одного мирного дня. و می توان گفت که در 10 ساله آخر انتهای قرن 20 تعداد جنگ‌های خرد و بزرگ در قیاس سالهای بالایی بارها افزود و کم نگشت. برای مقایسه می توان دلیل‌های دیگری آورد. В XVII веке общие потери в войнах среди европейского населения составили 3,3 миллиона человек. В XVIII веке 5,4. В XIX, начало XX века 5,7 миллиона. Наконец, 2 мировые войны унесли соответственно около 10 и 50 миллионов. Другими словами, во Второй мировой войне погибло вдвое больше европейцев, чем за предыдущие 3,5 столетия. امروز نیز در فرجام قرن 20 و آغاز قرن 21 آتش جنگ‌های خرد و بزرگ لحظه خاموش نگشته است. سر و صداهای پر اضطراب از رسانه‌های خبری عالم قریب هر روز به گوش می رسد و سیاره زمین از ترکیش بمب و سناریدهای ریاکتیوی قریب هر ساعت می لرزد. جسم سبز زمین آغشته خون می گردد. 10 شهرهای آباد خراب و ولنگار گردیده، 100 هزار آدمان بیگناه قربانی جنگ بی امان می شوند. با شکستن امپریای ابرقدرت اتحاد شوروی، تقسیم بندی ژئوپلیتیکی جهان در انتهای عصر 20 و آغاز عصر 21 جریان تازه می گیرد. مرزبندی های منطقوی، مذهبی و اقتصادی و سیاسی وسعت می پذیرد. تلاش های آشکار و نهان بهر به دست آوردن بازارهای جهانی، ذخیره های اشیای خام، منبع های سوزشواری و ثروت های طبیعی بالا می گیرد و در همین زمینه گاه در مشرق و گاه در مغرب جنگ و نزاع‌های قومی و مذهبی دامن می افرازد. جهانگیری و کشورکشایی های امروزه لباس های بسا رنگارنگ دارد. هدف اصلی و غرضهای سیاسی و اقتصادی از نظرها نهان می ماند و خصومت‌های قومی و اتنیکی، نزاع‌های ایدئولوژی و دینی و دیگر سبب و بهانه‌های ناچیز ظاهراً به جلوه آمده این یا آن گوشه سیاره را چون زلزله تکان می‌دهند. در نتیجه این تحریکات استاکارانه سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژی چندین دولت‌های خرد و بزرگ در قطعه‌های آسیا، افریقا و اروپا به دایره بازی‌های غرضناک دولت‌های منفعت‌دار کشیده می‌شوند و از این روند معتدل حیات در مرزهای گوناگون جهان و سراسر سیاره خلالدار می‌گردد. دلیل این گفته‌ها افغانستانی به ما همسایه شده می‌تواند که قریب 4 عصر باز آتش جنگ در این کشوری مصیبت زده خاموش نمی‌گردد. نسلی که در سنگرهای جنگ داخلی افغانستان تولید شده بود امروز به سن کمالات رسیده غیر جنگ و خونریزی و استفاده تیر و تفنگ دیگر سبق ناندوختند. از این لحاظ جنگ و زوراوری برای آنها به معیار مقرری زندگی و وسیله روزگذرانی تبدیل یافته است. سببگار جنگ طولانی در این سرزمین فقط خلق افغان و سرکرده های کوتاه نظری آن نیست. افغانستان آن نقطه درگیری است که منفعت چندین دولت‌های ابرقدرتی جهان و نظام‌های مختلف مذهبی و ایدئولوژی با هم برخورده در سنگرهای آن
خلق جفا کشیده افغان و دیگر قوم و ملت‌های ساکن این کشور آشکار و نهان تلاش می‌ورزند و هدف اصلی این منفعت‌ها چنان که در بالا گفتیم تلاش بهر به دست آوردن بازارهای نوی جهانی، منبع‌های ارزان اشیای خام و سوزشواری، بایگری‌های طبیعی و قوه ارزان کار و گذشته از این فروش یراق و اسلحه و لوازمات جنگی، همچنین آماده نمودن تروریستان و اکستریمیستانی به همه گونه جنگ و جنایتکاری ها قادر و غیره می باشد. به بالای این از کسی پوشیده نیست که افغانستان جنگ زده امروز به منبع کلانترین استحصال مواد مخدر در سراسر جهان تبدیل یافته است. مواد مخدر که از افغانستان صادر می گردد مرزهای تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را چون راهروی ترانزیتی استفاده نموده به روسیه و دیگر دولت‌های آسیا و اروپا انتقال می‌یابد. تاجیکستان که بر ضد مواد مخدر، تروریسم و اکستریمیسم مبارزه بی امان می‌برد، امروز در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همچون یک سپر یا منطقه بوفری قرار دارد. جامعه جهانی و کشورهای منفعتدار باید تدبیرهای جدی اندیشیده در اساس شرطنامه امنیت دست جمعی پیش راه انتقال مواد مخدر، یراق و تروریسم بین الخلقی را گیرند، وگرنه این وبای عصر دامن افراخته چون دست قتال از گلوی میلیون ها ساکنان سیاره ما می دارد. موافق معلومات رسمی و نیم رسمی رسانه های خبری، امروز در جهان فروش یراق و لوازمات جنگی قریب به 60 میلیارد دلار امریکایی و فروش مواد مخدر نیز تقریباً به 65 میلیارد دلار امریکایی رسیده است. این بزرگترین منبع درآمد جهانی است که بر عوض ریختن خون ناحق و گرفتاری نشأمندی نمودن میلیون ها جوانان عاقبت به جیب بیتگ دایره های معینی منفعت دار می درآید. امروز در افغانستان قوه های معینی بین الخلقی و حوزه های گیوپولیتیکی نه فقط مرکزی تروریسم و اکستریمیسم جهانی را به وجود آورده اند، بلکه باز به آن سعی می کنند که توسط آنها پرورش و انتقال منبع ارزانبهای مواد مخدر و خرید و فروش یراق را به راه مانده با یک تیر چندین سیب بزنند. اولا هر دلاری برای استحصال و فروش یراق‌های کهنه ساختی در انبارها خوابیده و پرورش و انتقال مواد مخدر صرف شده کمش ده‌ها و صدها مراتب فایده صاف می آرد. ثانیاً یگان سرباز خودی را در میدان نبرد تلف نداده راه را به سوی مرزهای حریف سیاسی و اقتصادی کوتاه می سازند و با دست جنگاوران غفلت زده و سرکرده های گمراه رخنه های خرد و بزرگ به حدود آن می زنند. ثالثاً به هدفهای گیوپولیتیکی و گیوستراتژی نزدیکتر شده رسیدن به منبع اشیای خام، سوزشواری، بایگری های بی‌نظیر طبیعی و قوه ارزان کار آسان‌تر می گردد. شنونده های گرامی، شما گفتار 24 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.